به نام خدا، محمدی هستم از پیج جاهایی که PCB در خدمتتون هستم با یه آموزش دیگه در حوزه طراحی PCB. موضوعی که امروز میخوام بهش بپردازم موضوع تبدیل فایل گردر به فایل PCB. ما یه چنین پروژه‌ای داریم و از این فایل گردر ساخته شده. حالا ما الان با این کاری نداریم، ممکنه مثلا یه کارفرمایی به ما یه فایل گردر بده و بگه اینو برای من تبدیل به PCB کن. خب ما فقط اینو به عنوان نشانه میذاریم برای اینکه ببینیم فایل نهایی شبیه این میشه یا نه. یعنی فایل نیو کم داکیومنت یه چنین فایلی ساخته میشه. اینو ذخیره میکنیم که یه قسمتی که میخوایم. بعد میایم فایل گردری که ساخته شده رو به اینجا اضافه میکنیم. فایل ایمپورت گردر. تو قسمت پروژکت آوتپوت همه رو انتخاب میکنیم. این قسمت رو بدون تغییر اوکی. یه فایل برای ما باز میشه. بعد دوباره میریم فایل ایمپورت دیریل. حالا بعد فایل دیریل انتخاب کنیم. دوباره از همون قسمت که فایل دیاگرام وجوده سلکت فولدر میزنیم بدون تغییر اوکی. خب الان فایلی که اینجا ساخته شده خیلی مشابه با فایلی که ما داریم. حالا این فایل کمتازی که ما می‌خوایم فایل PCB داشته باشیم. برای این کار برای اینکه فایل PCB داشته باشیم باید چند تا کار انجام بدیم. میریم تو قسمت تولز، نه تو قسمت تیبلز لیرز. بعد لایه هامون رو تنظیم کنیم. اینجا به ما این لایه ها رو نشون میده. ما فقط باید یه دونه تاپ یه دونه باتن داشته باشیم. این که چند تا تاپ داریم و این نمیتونه تشخیص بده کدوم رو با عنوان تاپ استفاده کنه. حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم میریم تو قسمت کم تضیف تک تک لایه هامون رو اینجا میتونیم ببینیم. خب حالا اگه برای اینکه مثلا مطمئن بشیم که کدوم لایه برای چه میتونیم همه رو خاموش کنیم، این الان لایه باتن ما داره نشون میده. بعد یکی هر کدوم که روشن کنیم اون لایه رو به ما نشون میده. این لایه تاپ رو داره نشون میده، این سیک تاپ رو به ما داره نشون میده و این سولدر ماسک تاپ رو نشون میده. همینطور رو هر کدوم دست کلیک کنیم نوعش رو به ما میگه. مثلا این تاپ، این بوردره و به همین صورت. حالا اینا رو همه رو آن میکنیم. میریم تو قسمت تیبلز لیرز. اینجا باید اینا رو تعریف کنیم. خب این که سیگنال باتن که باتن، سیگنال تاپه، کیپورد بوردره، لجند تاپ همون لایه سیلک اسکرین تاپه. بعد آدر GBR نمیدونیم چیه، همونطوری تمپوریلی میمونه. بعد پدز باتن این میشه پیست باتن، پدز تاپ این میشه پیست تاپ، بعد این پروفایل نمیدونیم چیه، دست نمیزنیم. بعد سولدر ماسک تاپ میشه سولدر ماسک باتن میشه ماسک باتن، سولدر ماسک تاپ میشه ماسک تاپ، بعد دریل تاپ اوکی میزنیم. اینجا برای ما میاد لایه‌مون رو نشون میده. دو تا لایه اصلی داریم، یه دونه سیگنال تاپ داریم، یه دونه سیگنال باتن داریم. بعد ببینیم که در حالت فیزیکی کدوم اینا به عنوان لایه اول نشون داده بشه. خب ما میگیم که لایه اولویت لایه بالاییمون لایه تاپه، پس به این پریتی 1 میگیم و برای دومی هم که باتنه شماره 2 رو انتخاب میکنیم براش. اوکی. بازم ذخیره میکنیم. بعد میریم تو قسمت تولز نت لیست اکسترکت. بازم ذخیره میکنیم. بعد میریم تو قسمت فایل اکسپورت تو PCB. خب یه چنین فایلی برای ما باز شد که خیلی شبیه فایل اول ماست. خب الان اینجا پلیگانش ریپور نیست. میریم تولز پلیگان پا ریپور را. خب بعد نگاه میکنیم ببینیم ما یا همه لایه ها روشنه یا نه. مکانیک ها رو که اصلا توی گربر هیچ وقت نمیاریم، بقیه لایه ها رو هم روشن میکنیم. بعد ذخیره میکنیم. این الان فایلیه که ما از فایل گربری که داشتیم ایمپورت کردیم توی PCB و این هم فایل اولیه ماست. الان میبینیم که این فایل خیلی مشابه فایل اولیه ماست. تنها چیزی که توی این به صورت تغییر مشاهده میشه رول قطعاته که اینو معمولا من به صورت دستی وارد میکنم.
البته به جز این یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره، خیلی وقتا فایل گربر کامل نیست، یا مثلا یه سری مشکلاتی داره. یعنی میتونم بگم که تبدیل فایل گربر به فایل PCB یه پروسه به این سادگی نیست. ممکنه گاهی اوقات همینقدر ساده باشه و ممکنه گاهی اوقات یکم سخت‌تر باشه که با یکم تلاش میشه خیلی راحت این کار رو انجام داد. ممنون میشم با لایک و شیر و کامنت از ما حمایت کنید.